آقا سلام. امیدوارم که حال همگی خوب باشه و زندگی خوبی داشته باشین. اولا که میبخشید من توی دوربین نگاه نمی کنم چون دارم تمرین میکنم و توی در واقع اکانت دمو هم و دارم در واقع استراتژی رو تست میکنم. امروز میخوام در مورد یه موضوعی صحبت کنم به اسم اثر دانینگ کروگر. آقا این دانینگ کروگره که قبلش من حالا به صورت شهودی بهش رسیده بودم، یه چیزایی مثلا من متوجه شده بودم از این در واقع کندوکاو خودم. بعد وقتی فهمیدم که آقا یه عده آدم بیکار، واقعا دانشمند بیکار، واقعا دانشمندای اون بیکارن خدایا. البته بیکارایی که خیلیشون به جامعه میرسه، کارشون همینه دیگه. حالا کار ما اینه، کار اونام اونه. آقا اینا اومدن نشستن اینو تحقیق کردن، کشف کردن، نمیدونم آزمون انجام دادن و نمیدونم مصاحبه کردن و فلان اینا. و من حقیقتا خیلی جا خوردم، گفتم یه همچین چیزی هم هست. خلاصه که این اثره که اسمش اثر دانینگ کروگره، کار دوتا پروفسور در واقع اساتید دانشگاه هاروارده و این میاد توضیح میده که چرا بعضی آدما، که اکثر آدما البته، که ایرانی ها که ماشاءالله هزار ماشاءالله هستن، یکی از سردمدارای این بحثن، توی شروع یه کاری یا توی در واقع یه مبحثی که یه ذره اطلاعات دارن، خدای اون کارن، ادعای نمیدونم همه چیو دارن، میگن آقا من مثلا کارم اینه، اصلا من یه عمری مثلا من زندگی موده، آقا در مورد سیاست ازش بپرس، در مورد نمیدونم ماشین ازش بپرس، در مورد هر چیزی که فکر میکنی که اون آدم یه ذره اطلاعات داشته باشه درش ازش بپرسی، میگه که من خدای این کارم، که من حالا دور و بریام خیلی دیدم اینطورین، در مورد همه چی هم نظر میده. این اصلا یه خیلی موضوع جالبه برای من که به شخصه مثلا یه دوره حالا ورزشای مثلا ورزش هم میکردم، ورزش یه مقدار حالت حرفه‌ای تر. بعد این برای من جالب بود که من اونجا به این کشف رسیدم. بعد فهمیدم که این در واقع یه اثره، اصلا بهش میگن اثر دانینگ کروگر و دو تا دانشمند اصلا کارشون اصلا همینه، این کار انجام دادن، آزمون دادن و فلان، آزمون کردن و مصاحبه دادن و فلان نمیدونم فلان کردن، تحقیقات کردن. من حقیقتا تعجب کردم. بعد این دانینگ کروگره چیه؟ دانینگ کروگره یه منحنیه که یه سمتش در واقع، دستم چقدر بزرگه، این وری فکرم، یه سمتش در واقع، چون من دارم با گوشی فیلم میگیرم، این قابلیت اینو ندارم که با OBS بیام روی نشون بدم، توی لپتاپ مثلا نشون بدم. این چیزه یه دونه محور داره، دو تا محوره، یه محور عمودی داره، یه محور افقی داره. بعد این محور عمودیه اعتماد به نفسه، میزان اعتماد به نفس، محور در واقع افقیه میزان مهارت و دانش فرده. این همچین محوری شما فرض کنید. بعد دانینگ کروگر میگه که اینطوریه، میگه آقا من در مورد یه موضوعی که هیچی نمیدونم، که هیچی نمیدونم، یه نفر از من بپرسه، مثلا بگه آقا نظرت در مورد نمیدونم ماشینای نمیدونم چیه، یا شرکت نمیدونم اسپیس ایکس چیه، یا نمیدونم فلان از نجوم چیه و نمیدونم چیه فلان اینا، من نمیدونم. میگم آقا من نمیدونم. خب اینجا که تا اینجا که بحثی نیست، هیچ موضوعی وجود نداره. اما مشکل از کجا شروع میشه؟ از اونجایی شروع میشه که آقا من یک ذره در مورد یک مهارتی، در مورد یک موضوعی، در مورد یک مبحثی حتی یه مقدار دانش و اطلاعات کسب میکنم. مثلا میرم میخونم، مثلا در مورد همین ترید خودمون بگیم، من تا وقتی که هیچی در مورد ترید نمیدونم که هیچی هم نمیدونم و ادعام ندارم و هر کی از من میپرسه میگم نمیدونم واقعا. ولی یه مقدار مثلا جذاب میشه، میرم تحقیق میکنم، تو اینترنت سرچ میکنم، از این میپرسم، در واقع از اون سوال میکنم، توی مباحث توی مثلا جمع مطرح میشه و اینا. بعد یه مقدار دانش و تجربه و اینا یه مقدار توش کسب میکنم. بعد یه مقدارم تو اینترنت سرچ میکنم،
یه تقریبا یه مقدارم کار میکنم باش، مثلا یکی دو هفته‌ای. بعد اتفاقی که میفته چیه؟ میزان مهارت من الان در نقطه شروع در واقع اون محوره، در نقطه شروع محوریم که من مهارت یه ذره کمی پیدا کردم. این مهارت یه ذره کمی که پیدا کردم به صورت غیر متناسب با میزان مهارت من، اعتماد به نفس من میره بالا، بیش از حد چندین برابر اعتماد به نفس من میره بالا. یعنی متناسب با میزان مهارت من تو اون موضوع یا مبحث خاص نیست. و آقا این اعتماد به نفس من میره بالا، میره اوج قله. من تازه شروع کردم یعنی مثلا نهایت شاید یه هفته یه ماه کار کردم، قله میرسم، اعتماد به نفس خدا. بعد هر کی از من میپرسه که آقا من خدای این کارم اینه، احساسم اینطوریه، یعنی اعتماد به نفس کاذبی در من به وجود میاد. آقا یه ذره در مورد تعمیر ماشین خوندم، من میگم آقا من خدای این کارم اینه بابا، اصلا کلا زندگی من با این گذروندم، این موها رو کجا سفید کردم، مثال دارم. اون اعتماد به نفس میره بالا، به اون قله میرسه که بهش میگن حماقت، مرحله حماقت، جایی که آقا اعتماد به نفس من با میزان مهارت من تو اون در واقع موضوع خاص متناسب نیست، که من در اوج حماقتم اونجا فکر میکنم آقا من کل موضوع فهمیدم، همین چی رو میدونم دیگه، من خدای این کارم. و اینجا دو تا اتفاق میفته. البته اینو توی دانی کروگر مطرح نکرده، ولی من طبق تجربیات خودم دارم میگم که اتفاقی که میفته اینه. من اونجا اگر علایق من باشه اون کار، اون موضوع، اون بحثه، که ادامه میدم، دیگه میگم آقا خوشم اومد از این کارم، مثلا ادامه میدم. الان مثال عملی هم میزنم، با همین ترید من مثال میزنم. و خوشم اومده مثلا اینا، ادامه میدم اون کارو. خوشم هم نیومده باشه از اون کاره، همونجا ول میکنم، همونجا رهاش میکنم. اتفاقی که واسه منی که رهاش کردم میفته چیه؟ این که آقا من میشم یا آدم پرمدعا، یا آدمی که آقا هر جا نشسته میگه آقا در مورد ترید فلان من نظر دارم، آقا من به نظر من اینا مثلا اینه اونطوریه، آره باید بخری بفروشی، این کار بکنی اون کارو بکنی، من خدای اون کارم. این که حالا میگم اکثر آدما در واقع آدمای اطراف ما اینطورین، یعنی یه اقیانوس کم عمق که یه مقدار مهارت پیدا کردیم و اعتماد به نفسم شدیداً رفته بالا و در همون در واقع مرحله حماقت، اوج حماقت هم رهاش کردیم و علامه دهرم هستیم. با اینا کلا کار نداریم، حالا مسیر رو میریم. اون قله که بهش میگفتیم حماقت، من اگر اون فردی رو در نظر بگیریم که ادامه داده به خاطر اینکه مثلا دوست داشته این کارو و فلانه، گفته آقا یه ذره مثلا من بیشتر برم توش. وقتی میره بیشتر توش، تازه با ریسکاش، با سختیاش، با بدبختیاش، با ارزم بزرگ چالش‌هاش، با پیچیدگی‌هاش تازه آشنا میشه. یواش یواش هرچی میره بیشتر میره توش، عمیق‌تر میشه توش، آشنا میشه. این در واقع اون تو محور یه مقدار دانش، مهارت اینا کسب میکنه. اون اعتماد به نفسم از اون بالا، از اون اوج حماقت کله میکنه میاد پایین. کله میکنه یه دفعه، چون بازخورد میگیره دیگه. آقا از این اون بعد میره توی بازار مثلا خودش تست میکنه، توی ارزم بزرگ شما جای دیگه خودش در همین موضوع، در خصوص اون موضوع تست میکنه، میبینه نه اونطوری نیست، اونجوری که فکر میکردیم نیست. بعد اون اعتماد به نفس کله میکنه میاد پایین تا کجا؟ این مهارت هم یواش یواش داره میره دیگه، حالا یه ذره داره دانش هم کسب میکنه دیگه. بعد میاد آقا پیچیده است تا جایی که اون محور میاد پایین، میچسبه به اون در واقع محور افقیه، میچسبه به اون که اونجا بهش میگن مرحله ناامیدی. اونجا خیلی جای مهمیه، اونجا جاییه که آدما باز تصمیم گیری میکنن. دو تا اتفاق میفته، یا من اونجا ناامید میشم میرم کنار، که اینم یه بحثی داره، علت این که میکشم کنار اون یه بحثی داره که من به شما میگم، یا این که ادامه میدم. من بیام کنار برای منی که اومدم کنار در مرحله ناامیدی، من دیدگاهم نسبت به اون بحث، نسبت به اون موضوع، نسبت به اون رشته خیلی بد میشه. میگم آقا ترید قماره بابا، اونم دزدیه، اصلا منو چی هست؟
اونا بابا یه عده آدم حقوقی میخرن میفروشن، اصلا معلوم نیست چیه. دیدگاه هم کلا منفیه. بعضی‌ها انقدر سختشونه حتی که وقتی در مورد اون موضوع توی جمعی صحبت میشه، آقا صحبت اونو نکن، اون مرحله ناامیدی اونجا کشته کنار. یه عده آدم هستن تصمیم گیرن نه اونو ادامه بدن. حالا چرا اونو ادامه میدن؟ علتش یه چیزه و اون فلسفه درونی اون آدمه. چیزی جدای از اون نتیجه‌ای که از اون در واقع رشته یا مبحث میخواسته، حالا بر فرض مثال میتونه تخصص باشه، میتونه پول باشه، میتونه هر چیزی باشه، اون آقا عشقش همین کار بوده. یعنی اونجا مشخص میشه که شما عاشق اون کار هستی، واقعا عمیقا دوست داری یا نه. اونجا جهان تو رو تست میکنه، تو رو میسنجه، میگه آقا واقعا تو اینو میخوای؟ اینا اون نقطه شما تصمیم میگیری. اون فرد به خاطر اینکه اون چیزی که در واقع علاقه‌مندش کرده به این موضوع یه چرایی قوی هستش که در درونش وجود داره، یه فلسفه عمیقش در درونش وجود داره و اون هل میده جلو. و اون فرد با اینکه ناامیده، با اینکه خسته است، جلو میره که خیلی از آدما تو این مرحله میکشن کنار. خیلی‌ها که تو همون اوج حماقت و یه ذره که کله میکنه میاد پایین، اصلا اونجا میکشن کنار و اینا. خیلی از آدما اینجا تو اون رشته، تو اون مبحثه میان بیرون و دیدگاهشون هم منفی میشه، کلا دیگه نمیرن سمت اون موضوع، تموم میشه میره. ولی چه اتفاقی برای اون فردی که ادامه میفته، ادامه در واقع میده میفته؟ این مهارت ادامه پیدا میکنه، شکست‌های متفاوت در واقع مختلف با چالش‌های مختلف روبرو میشه، ادامه میده و به یه جایی میرسه که بهش میگن روشن شدگی. اون در واقع بلور محافظ دورش میشکنه. تو اون مرحله ناامیدی ها میشکنه، میگه آقا اینجا واقعا فهمیدم که نه من دیگه هیچی، و میره جلوتر و به مرحله روشن شدگی میرسه که اونجا میفهمی که آقا من واقعا نمیدونم، خیلی چیزا هست که من نمیدونم. تازه اونجا به مرحله ندانستن میرسه که میگه آقا من خیلی چیزا هست که نمیدونم تو این مبحثه. اونجا بهش میگن روشن شدگی که با یه ذره مهارته متوجه میشه که خیلی چیزا در مورد اون موضوع یا مبحث نمیدونه و سعی میکنه مهارتش رو تو این کار افزایش بده، چیزایی که نمیدونه رو در واقع کار کنه و افزایش بده. حالا اینجا اون اعتماد به نفسه، میزان اعتماد به نفس محور در واقع عمودیه و میزان مهارت متناسب با هم رشد میکنن توی محور، یواش یواش میره بالا. بعد از اون روشن شدگیه، چون فرد در واقع یک در واقع دلیل فلسفی برای خودش داره برای دنبال کردن اون موضوع یا مبحث، ادامه میده، سختی‌هایی داره، چالش‌هایی داره، ادامه میده، میره و انقدر میرسه به یه مرحله‌ای میرسه که بهش میگن تخصص. اونجا فرد متخصص میشه. فرد متخصص چجوری متخصص میشه؟ میگه که آقا اونجا به مرحله در واقع به این مرحله میرسه که ها من میدونم، ولی چه دانستنی؟ میگه که آقا من اینجا رسیدم، درسته خیلی از چیزها رو توی این مبحث از خیلی از آدما بیشتر میدونم، ولی خیلی از چیزها هم هست که من هنوز نمیدونم. و اونجا یه نفر ازش بپرسی که آقا نظرت در مورد فلان چیز چیه؟ میگه که آقا به نظر من این هست، حالا شاید هم مثلا درست نباشه، مثلا در مورد، بعد میگن آقا در مورد فلان تو همون مبحث یا رشته یا شغل، میگن که آقا نظرت در مورد فلان چیز چیه؟ میگه که اونو نمیدونم، والله اونو من حقیقتش کار من نیست و اینا، من نمیدونم اونو. اونجا اون فرد میشه متخصص. بهش میگن چی؟ اثر دانینگ کروگر. این توجیه میکنه که چجوری آقا ما اکثر ما توی بعضی از کارا میشیم متخصص و عرضم به حضور شما که همه کارو خدای در واقع اون کار و علامه دهر. این در واقع پروسه‌ایه که اتفاق میفته. حالا یه بحثی هم هست این که آقا چطور من میتونم کمش بکنم؟ من تجربه شخصیمو میگم، این اثرها رو کمش کنم. البته چرا این اثر دانینگ کروگر اتفاق میفته؟ من خیلی هم نمیخوام صحبت بکنم، ولی چرایی که اتفاق میفته رو من به شما میگم. اینم توی دانینگ کروگر مطرح نشده، ولی من طبق چیزی که من برداشت خودمه، شاید درست نباشه، برای من این اتفاق افتاد. یعنی
اینه که آقا من اگر اونجا این کاری که ذهن ما با ما میکنه، اگر اونجا من تحریک نشم، وقتی یه کاری یه مقدار مهارت پیدا میکنم، اعتماد به نفس من بالا نره، با ریسک های بعدش نمیتونم مقابله بکنم، درگیر اون کار بشم. ترس نمیذاره درگیر اون کار بشم. ولی ذهن من اعتماد به نفس من بیش از اندازه میبره بالا تا با در واقع شرایط بعدی، با ریسک هایی که مطمئنا با پیچیدگی و چالش هایی که اون موضوع داره، من بتونم روبرو بشم. و حالا بعد متوجه بشم که آقا در واقع مایل به اون کار هستم، یعنی اون کارا رو دوست دارم یا نه، اونجا بفهمم. ولی اگر اون اعتماد به نفس اولش نره بالا، یه مقداری از مهارت بیشتر چیز نشه، من تمایلی ندارم اون در واقع کار رو ادامه بدم. این علتی این که چرا اتفاق میفته از نظر من البته. و اینکه چطور میتونیم کمش کنیم. یکی از موضوعاتی که مطرح کرده این آقایان دانینگ و کروگر، دانشمندای عزیز، میگن که آقا یکی از راهاش بازخورد گرفتنه. اینکه شما مثلا فکر میکنی آقا ادعا میشه که مثلا فلان چیزو میدونی، توی جمعی از 2-3 نفر متخصص هم بپرسید، میگه آقا من همچین دیدگاهی دارم، نظرت چیه؟ و 2-3 بار که بهت گفتن نه آقا داداش تو اشتباه میکنی، اینطوری هم نیست و فلان و اینا، اون اثر یه ذره کم میشه، اون اعتماد به نفس یه ذره میخوره تو سرش و یه ذره کمتر میشه. من خیلی کارهای دیگه میتونی بکنم. یه نمونهشو من گفتم توی جمع مثلا، یا به یکی بزنه تو ذوقت میگه آقا تو چی بلدی بابا، این اصلا اینجوری نیست و فلان و اینا، که البته هیچ وقت یه متخصص همچین حرفی نمیزنه، نمیگه آقا حرف تو درست نیست، میگه به نظر من اینجوری نیست. ولی یکی از راههای کم کردنش اینه که ما در واقع بازخورد بگیریم از دیگران، بپرسیم نظر دیگران رو بپرسیم تا اون اعتماد به نفس یه مقدار متعادل رشد بکنه. خیلی مخلصی، موفق باشین.